حالا به آینده فکر کردی؟ اینکه دنیا قراره چه شکلی بشه؟ سبک زندگی مردم، تعاریف مختلف چه شکلی میشه؟ آره، شاید پیشرفت تکنولوژی جامع‌ترین توصیف آینده باشه. چون این کلمه به تنهایی میتونه تمام نوآوری ها و ابداعات و آفرینش های ما انسان ها رو در زمینه های مختلف به ذهن برسونه. این کلمه به تنهایی یک دنیا رو خلق کرده و میدونیم من عاشق این دنیا و آیندهش هستم. میدونین چرا اینقدر عاشق تکنولوژی ام؟ چون منو یاد یه چیز خاص میندازه. طبیعت. میدونم شاید یکم عجیب باشه و به هم هیچ ربطی نداشته باشن، ولی به نظر من دارن. طبیعت و ما انسان ها که خودمون بخشی از همین طبیعت هستیم، همه حاصل آفرینش یک آفریننده هستیم که در ادیان مختلف میتونه ماهیت خاص خودش رو داشته باشه. و امروز بعد از سالیان سال تکامل، خود ما انسان ها به عنوان یک آفرینش خودمون آفریننده شدیم و جهان دیگری رو خلق کردیم. یه جورایی تکنولوژی مخلوقی هست که خالقش خود زمانی مخلوق یک خالق بوده و میدونیم شاید یک روزی برسه که همین تکنولوژی خودش خالق جهان دیگری بشه. جالبه. در هر صورت من عاشق دنیای تکنولوژی هستم و دوست دارم با شما اون رو به اشتراک بذارم. از اخبار و اطلاعات مختلف گرفته تا آموزش ها و علوم مختلف که به تکنولوژی مربوط میشه. و خب هر ارتباطی نیاز به یک پل داره. مکلورد برگشته. بزن بریم.